دوستان یه سرور 360 G9 داریم. 360 G9 مون 4 LFF هست، یعنی 4 تا هارد ظرفیت بالا میتونیم روی این سرورمون نصب کنیم. سرورهای 4 LFF یه مزیتی که دارن اینه که توی این قسمتشون یک باکسی دارن که میتونید توش 4 تا دیسک اسلیم، هارد لپتاپی یا SSD های سامسونگ نصب کنید که جای رایزر 2 اسلات 2 رایزر و 3 رو میگیره متاسفانه. و اینجا هم دقت کنید ما یک عدد NVMe سامسونگ روی رایزرش نصب کردیم. نکته ای که دقت کنید به خاطر اینکه روی این سرور پردازنده با توان بالا نصب شده، به درخواست مشتری از هدسینک های های پرفورمنس استفاده شده.